پس از چندین تأخیر ممکن است که نیروگاه اتمی بوشهر امسال شروع به تولید برق کند. همزمان بوشهر مواد ناخواسته دیگری نیز تولید خواهد کرد. هر سال بیش از 30 تن پسمانده اتمی. این پسمانده‌های اتمی خاصیت کشنده خود را برای سالها نگه می‌دارند که تهدیدی است برای خودمان، اطفالمان، نوه‌هایمان و آینده کشورمان. مسئولین ما در صدد دفع کردن این پسمانده‌ها میباشند. ناگفته نماند که بوشهر در ناحیه زلزله‌خیز واقع شده است. به این دلیل مکان امنی برای نگهداری پسمانده‌های اتمی وجود ندارد. مسئولین کشور در صدد مخفی کردن این مهم هستند، اما یقیناً در صورت وقوع هر حادثه‌ای قیمت گزافی خواهیم پرداخت. مسئولین ما باید دست از بازی با آتش اتمی بردارند. انرژی اتمی حق ماست، ولی با وجود نگرانی‌های ایمنی آیا این ارزش را دارد؟